امروز اومدیم به این لوکیشن زیبا. چشمم افتاد به این خونه. یه لحظه دلم خواست داخلش رو ببینم. برای شما هم فیلم بگیرم. آقا و خانم این خونه سالهاست که از دنیا رفتن و این خونه و زمین که تو قشنگترین جای ممکن قرار داره رو رها کردن. حسم به این خونه قابل وصف نیست. چقدر شادی و غم تو این خونه بوده. چقدر ما آدما زندگی رو سخت میگیریم در حالی که یه روزی هر چیزی که داریم و باید بذاریم و بریم. حالا پسرها و دخترای این صاحبخونه هر کدومشون اینجا یه خونه جدید ساختن و خونه پدریشون همینجور تنها مونده. امیدوارم که جای صاحبای این خونه در بهشت باشه. الهی آمین. دوستای عزیزم خوشحالم که کنارم هستید. اگر دوست داشتین کانالمو سابسکرایب کنید. نظر شما خیلی برای من ارزشمنده. حتما برام کامنت بذارید. لایکتون بهم انرژی میده.